میگن اولین خودشیفته تاریخ فقط با نگاه کردن به خودش نابود شد. نه موبایل داشت، نه سلفی. فقط یک تصویر ساده روی آب. اما همون تصویر تبدیل شد به بزرگترین اشتباه زندگیش. میگن داستان نارسیس فقط یک افسانه نیست، یک هشدار زمانیه. هزاران ساله که این داستان درباره آدم‌هایی مثل ما تکرار میشه. نارسیس پسری بود زیباتر از نقاشی‌های روی دیوار معبدهای یونان. زیباییش همه رو خیره می‌کرد، اما خودش هیچ احساسی نسبت به بقیه نداشت. قلبش سرد بود، سردتر از سنگ‌های مرمر. هر کسی بهش نزدیک می‌شد، یک قدم عقب می‌رفت. تا اینکه یک روز وارد جنگلی شد که عجیب شبیه یک رویای باستانی بود. درختها روی پوستشون طرح‌های یونانی داشتند، مثل نقوش روی سفالهای قدیمی. اما یکی توی اون جنگل بود که چشم ازش بر نمی داشت. اسمش اکو بود، نیمه الهه صدا. اکو نفرین شده بود و نمیتونست هیچ حرفی رو خودش شروع کنه. فقط میتونست آخرین کلمه دیگران رو تکرار کنه. ولی با همه این سختی، عاشق نارسیس شده بود. عاشقی بی صدا، اما واقعی. وقتی از پشت درخت بیرون اومد، دستش آروم میلرزید. دستش رو به سمت نارسیس دراز کرد، با امیدی کوچک. اما نارسیس حتی لحظه ای احساس نکرد. رو برگردوند و گفت: از من دور شو. و اکو مجبور شد با صدایی شکسته همون کلمه ها رو تکرار کنه. قلبش شکست و آرام آرام محو شد. تنها چیزی که ازش موند صدایی بود که در جنگل تکرار می شد. الهه عدالت، نمسیس، این صحنه رو دید. دید که غرور نارسیس چطور دیگران رو نابود میکنه و تصمیم گرفت درس بزرگی بهش بده. نارسیس رو به سمت یک برکه جادویی هدایت کرد. برکه‌ای که حقیقت رو نشون نمیداد، فقط آرزو رو. نارسیس خم شد تا آب بخوره، اما همون لحظه تصویر خودش رو دید. چشمهاش از حیرت برق زد. برای اولین بار کسی رو دیده بود که زیباتر از خودش بود. اما نمیفهمید که اون تصویر واقعی نیست. عاشق انعکاس خودش شد. عشقی که فقط در آب وجود داشت. ساعتها همونجا نشست. روزها گذشت. حتی پلک هم نمیزد. هر بار که دستش به آب میرسید، تصویر میلرزید. و او دوباره تلاش میکرد. دوباره نزدیک میشد. عشقش مثل آتش بود، اما فقط خودش رو میسوزوند. بدنش ضعیف شد، اما چشمهاش هنوز به آب خیره بود. همه چیز براش محو شد، جز همون تصویر. نه گرسنگی رو حس میکرد، نه تشنگی رو، نه زمان رو. تا اینکه آهسته جلو رفت و در برکه افتاد. آخرین چیزی که دید همون تصویر فریبنده بود و در سکوت قلبش ایستاد. وقتی مرد، زمین در اون نقطه شکفت و یک گل زیبا از خاک بیرون اومد. گلی که امروز بهش میگیم نرگس. میگن این گل یادگاری از عشق نارسیسه، اما حقیقت تلختره. این گل یادآور اشتباه انسانیه. اشتباه عاشق شدن به یک تصویر غیر واقعی. اشتباه ندیدن حقیقت. اشتباه فرار کردن از خود. چیزی که نارسیس رو کشت، زیباییش نبود. این بود که فقط خودش رو دید و هیچ کس دیگه ای رو ندید. افسانه نارسیس قرنها دهان به دهان چرخید. از معبدها تا آتشکده‌ها نقل شد. خیلیا گفتن این داستان درباره غروره. خیلیا گفتن درباره خودبینیه. خیلیا گفتن درباره توهمه. اما روانشناسا چیز دیگه ای میگن. این داستان تعریف کامل خودشیفتگی مدرنه. خودشیفته ها عاشق خودشون نیستن. عاشق تصویری هستن که از خودشون ساختن. تصویری غیر واقعی، شکست پذیر، مصنوعی. به همین خاطر انتقاد رو نمیپذیرن. چون تصویر ذهنیشون ترک برمیداره و براشون غیر قابل تحمله.
برای همین به دیگران حمله میکنن. برای همین همیشه خودشون رو قربانی میدونن. برای همین همیشه بقیه رو مقصر میدونن. اونها دنبال توجهن، دنبال تحسین، دنبال دیده شدن. اما نمیتونن عشق واقعی بدن، چون از ضعف خودشون فرار میکنن. در کودکی یا محبت واقعی نگرفتن، یا بیش از حد تحسین شدن، یا هر دو. برای همین یک خود مصنوعی ساختن، خودی که واقعی نیست، خودی که زود میشکنه و همیشه به یک آینه نیاز داره. در دنیای امروز این آینه میتونه شبکه‌های اجتماعی باشه. فالوورها، کامنت‌ها، لایک‌ها، انعکاس‌هایی که واقعی نیستن. اما عشق واقعی چی؟ رابطه چی؟ انسانیت چی؟ همه قربانی میشن چون خودشیفته فقط خودش رو میبینه و دیگران براش فقط انعکاس هستن. نه انسان، نه احساس، نه قلب. پس باید چی کار کرد؟ اولین قانون، نجاتش وظیفه تو نیست. دومین قانون، مرز داشته باش. سومین قانون، حرفهای احساسی ساختگی رو باور نکن. چهارمین قانون، دردهاش رو مسئولیت خودت ندان. و مهمترین قانون، خودت رو فراموش نکن. چون خودشیفته انرژی تو رو میمکه تا جایی که مثل اکو کم کم ناپدید شی. اکو عاشق شد اما صدایی براش نموند. و این یک هشدار بزرگه. اگه کنار یک خودشیفته‌ای صدات رو از دست نده، خودت رو گم نکن. در انعکاس دیگران حل نشو. عشق واقعی باید دو طرفه باشه، نه یک طرفه. نه از روی توهم، نه از روی نیاز به دیده شدن. عشق واقعی ریشه در حقیقت داره. افسانه نارسیس فقط درباره یک پسر زیبا نیست. درباره همه ماست که گاهی تصویرمون رو مهمتر از خودمون می‌کنیم. درباره لحظه هایی که فراموش می‌کنیم انسانیم، نه انعکاس. گاهی عاشق نسخه اشتباه خودمون میشیم. گاهی از حقیقت دور میافتیم. اما هنوز دیر نیست. ما تصویر نیستیم. ما انسانیم. تا حالا با آدمی که این نشونه ها رو داشته ارتباط داشتی؟ تجربت رو کامنت کن و کانال رو سابسکرایب کن.